سلام دوستا، درس گذشته از ما شما در مورد حالات ماده بود. این موضوع درس امروز از ما شما سر حالات ماده و حرارت ده. دوستا برای از اینکه امی درس خوب فهمیده شوه حتما ویدیوهای قبلی را مشاهده کن. امروز میم دوستا بحث منیم که حرارت روی حالات سگانه ماده چی تاثیر داره. برای از اینکه امی خوب فهمیده شوه میم حالات سگانه آب مثال میزنیم. دوستا اگر شما یک مقدار آب داشته باشید امیر داخل یخچال بگذارید در جامد تبدیل میشه. اگر این از یخچال بکشید حرارت بدید از حالت جامد در حالت مایع تبدیل میشه. اگر باز حرارت اینمی رقم ادامه بدید از حالت مایع در حالت بخار یا حالت گاز تبدیل میشه. دوستا دلیل از این تغییرات چیه؟ دلیل از اینه که در حالت جامد دوستا قوه جذب بین ذرات زیاده. وقتی که ما ذرات در کنار یکدیگر ثابته در حالت جامد، وقتی که ما دوستا حرارت میدیم قوه جذب بین از این کم میشه. وقتی قوه جذب بین ذرات چی کم شد این یک کم فاصله پیدا میکنه، ذرات روی یکدیگر خود میلغزه. وقتی که ذرات روی یکدیگر حرکت کرد جسم از حالت جامد در حالت مایع تبدیل میشه. اگر باز هم حرارت این رقم ادامه بدیم باز فاصله ذرات چی نسبت به حالت مایع که هم زیاد میشه. وقتی زیاد شد جسم در حالت گاز تبدیل میشه. دوستا دلیلی از این است. دوستا دیگه ما تاثیر حرارت بالای حجم مواد بحث منیم که حرارت در حجم مواد چی تاثیر داره. مثلا اگر یک جسم ما شما حرارت بدیم در حجم از چی تغییرات میه. دوستا اگر ما شما یک جسم حرارت بدیم این حجمش بزرگ میشه، یعنی انبساط میکنه. یعنی بزرگ شدن حجم به نام انبساط یا وسعت داده شده یا بزرگ شده یاد میشه. دوستا اگر ما شما یک ماده را حرارت بدیم، یک ماده را اگر حرارت بدیم فاصله بین ذرات چی گفتیم زیاد میشه. وقتی فاصله بین ذرات زیاد شد یک فضای بیشتر اشغال میکنه، در نتیجه حجمش زیاد میشه. یعنی جسم میتونیم بگیم که انبساط کرده، یعنی بزرگ شده. اگر مثلا یک ماده را ما شما حرارت چی رو پایین بریم، اگر حرارت از زیر پایین بریم در نتیجه قوه جذب بین ذرات زیاد میشه. وقتی که زیاد شد جسم ذرات در یکدیگر نزدیک شد جسم کوچک میشه، این انقباض پیدا میکنه. انقباض یعنی کوچک شدن یا خرد شدن. دوستان باز یک مثال دیگه اگر بزنیم، اگر یک بوتلی که داخل از این پر از هوا باشه و شما داشته باشیم در سر از یک پاکانه را اگر بسته کنیم دوستا، اگر اینمی بوتل بریم در داخل یک ظرف پر از آب جوش قرار بدیم بعد از یک مدت میبینیم که هوا داخل پاکانه شده، مثلا پاکانه پر شده یعنی بزرگ شده. دلیل از این چیه؟ داخل آب جوش حرارت بالا، وقتی که حرارت بالا بود فاصله بین ذرات هوایی که در داخل بوتل زیاد میشه، در نتیجه این با ازدیاد حرارت انبساط کرده و حجمش بزرگ شده. دوستای عزیز خب اینی بود از درس امروز از ما و شما. اگر از این درس خوش آمد حتما ویدیوی ما را سابسکرایب نموده و ما را دنبال کنید. تشکر.